پس یا حیدری دروغ گفته که شما دوبار بهش دایرکت دادی، هر کسی تو اون اسپیس صحبت کرد شما گفت شما دایرکت دادی که بیا، شما دعوتش کردی. دعوت که نمیشه با سوت و با دود که نمیشه، دایرکتش گفتی. این اولین خط. ندیده میگیرم با حرفات. جواب اینو بدم. خیلی هم خوبه اینطوری مرحله به مرحله. دمت گرم. بگو چرا؟ به خاطر اینکه روشن میشید اذهان. شاید من مثلا در بیانم یه چیزی رو درست نگم یا اصلا دروغی داشته باشم، چی فهمم تناقضی داشته باشم. بذار جمع بیرون بزنه، با دست باز بپرس، هر جام لازم بود صحبتمو قطع کن. امیدوارم منم جنبه و ظرفیتش داشته باشم به خاطر بچهای کف خیابون. وگرنه من خودم که بارها گفتم، الانم باز تکرار جلوی شما، نه پخی هستم نه کسی هستم. ببینید سر اسپیس امشب من گفتم مایک ندادم، سر اسپیس قبلی هم من با آقای حیدری دعوت مایک ندادم. اسپیس رو من لینکشو میفرستم. خب و ایشون هم اومد حرف زد، همونجا ما جنبندی کردیم، گفتیم که آدم تندیه کاش بشنه، چون ایشون جز اونایی که به هر حال مثل همین طیفی که به خوبی باز کردیم از نام رضا شاه دوم یا شاهزاده، چون به شاهزاده گفتنش چیز داره، استفاده میکنه که اتفاقا سر همین کلی هم به من فوش کشیده. من میتونم دایرکتش رو فوش که میگم، نه فوش اسمی و رسمی، سر این که بسا من آوردمش انداختمش توی طلا و فلان و بهمان و اینا. من هیچ جوابی هم بهش ندادم، چون موضوع این بود. همیشه من سپردم، گفتم توی اسپیس هم یادآوری کردم، گفتم که آقا خودتون به همین خاطرم خیلی سوال شده بود واسه دوستم اونجا صحبت کرد، بعد قطع کرد گفت اگه خودت گواز نشی، که من بعدش هم خودم کوهاز شدم که همینم بگم. و به اون دوستانم آقای خاموشی که اونم دایرکت فرستاده و گفته مایک داده و منم همیشه گفتم بیان خودتون مسئولیت بپذیرین. باشه منم میخوام گواز، مسئله این نیست که مرسل پور میدون داره این داستان باشه و مرسل پورم باید حساب رسی کنید. این تا اینجای کار. حالا ادامهش بپرسید، چشم من در خدمتتون هستم. در میدونم این سوال تنها اینجا ختم نمیشه. بازم بقیه من اشتباه کردیم. ما اصلا نمیگیم بحث مایک دادن نیست جناب مرسل. بازم نگرفتید. من دوبار آروم گفتم، عرض کردم شما لینک اسپیستون رو فرستادین که بیان، یعنی به زعم خودتون در یک اسپیس مشروطه خواهی، به زعم ما با یک تایتل بودار، شما بعد از یک ساعت اسپیس این جریانات خودش رو در یک روندی سیر میکنه. ما میگیم با شیطنت 2 نفر 3 نفر از جمهوری خواهان شیطون رو که قدرت کلام بالایی هم دارن، البته نه در برابر جناب صدری یا جناب پرنیان یا جناب شهبود، میان و اینجوری به اختشاش میکشن. و گلگی ما اینه که کسی مثل شهبود که برای ما ستون، مهدی صدری، پرنیان، اینا ستونهای ما هستن، اطلاعات سیار ما هستن در اسپیس و ما به عنوان فکت از این اکانت ها دعوت میکنیم، بیان مایک ها از اینها میگیرید، حالا یا شما که من عرض کردم یا جناب خاموش، ولی اونهایی که میان این شیطنت رو میکنن در اسپیس به زعم شما پادشاهی خواهی، به شاهنشاه فقیر ما میگن متوهم، شهبود رو حذف میکنید از اسپیس، ریموو میکنید، حالا یا شما یا جناب خاموش، ولی اونها هنوز برقرار و دایر دستشون هم بالاست. ما میخوایم بدونیم یا اسپیس مشروطه خواهیه که شما فرمودین، پس چرا یک مشروطه خواه ریموو میشه؟ آیا اسپیس جمهوری خواهیه، پس چرا ما رو دعوت میکنیم؟ و در کل ما عرضمون اینه اصلا چه بحثی بین ما با اوناست؟ ما بیایم چی رو ثابت میکنیم؟ به جای این اتلاف انرژی و پتانسیل آیا بهتر نیست به کار براندازی خودمون به 1001 کار واجب تر بپردازیم؟ این سوال است که برای شما شده. ما میخوایم بدونیم آیا شما آمدانه دست به اینجور تایتلا و اسپیس ها میزنید طی این 1-2 هفته یا نه هدفی منظوری پشتش هست؟ بدونید اگر خوبه ما هم با شما همراه میشیم، اگر بده خب از شما خواهش میکنیم که اگر به اشتباه هم این کار کردید این روند رو خواهش میکنیم ادامه ندید. همین صحبت ما اینه. ما نمیخوایم شما رو محکوم، ما کی هستیم که شما رو محکوم کنیم؟ حداقل در فکر خودمون میتونیم بگیم آقا راهامون تا اینجا با هم بوده، با هم رفیق بودیم، شما بارها از من دفاع کردید، من از شما سپاسگزارم. میخوایم ببینیم راهمون تا کجا با هم یکیه، بعد هم میتونیم در کنار هم باشیم، ولی نه دیگه به این صمیمیت و به این نزدیکی. بفرمایید. من در سپاسگزارم. ببینید سر این اکانت نیما و اینا
من اینجا بهتون تعهد میدم در حضور جمع. خب من بینا حتی لینک هم نفرستادم، چون من با این طرف توی اسپیس های نبض جمهوری اسلامی بود، با این اون عادل شریفی، اینا یه گروهی بودن، علی التیدی بودن، خیلی هاشون اینا شرکت کردن تو اون اسپیس ها. خب کاملا بستم، چون میفهمم چیه و بیهوده بحث میکنم. الان من متوجه شدم و واقعا هم هیچ کدوم از بچهای خودمون رو من بازم سوگند میکنم اگه روزی دروغ گفتم دیگه هر کاری که دلتون خواست با هم بکنید. هیچ کدوم از بچهای خودمون من ریموو نکردم، اصلا تو اخلاق من نیست. خب اگه الان فهمیدن که خاموش چیز کرد، چون میگه که من دیگه تو اون اسپیس نمیدونم، چیزاش هست و الان نمیدونم چرا واقعا این داستان رخ داده من، ولی اینا رو روشنگری رو روتون میذارم. اما هدف من از اومدم به این فضا چیست؟ چون این موضوع اصلیه، باید به این جواب بدیم که خیلی هم سوال به جاییه. ببینید جناب، من میخوام سوال بپرسم جناب. شما سوال فرمودید کی توهین کرد؟ گفتم من. گفتید خب حالا میدونم چی کار کنم. شما مایکو از من گرفتید، درسته؟ من نبودم، اکانت خاموش بود. شبا جان خاموش بود، اکانت اون صدای خاموش بود. منم چون بودم عرض میکنم اون اکانت خاموش بود، صدای اکانت خاموش بود. جناب مرسل نبود، من اینو خودم تشخیص دادم. خب برای من سوء تفاهم شده بود، من گفتم ایشون. ایراد نداره، ولی دوستان اگر میشه من ندارم اکانت خاموشو، کسی براش لینک بفرسته ایشون هم بیان، بد نیستش ایشون هم خودشون میشه. اگر سوالتون تموم شد جناب مرسل ادامه بدن. جناب شهربند من سپاسگزارم به عنوان یک هموطن، واقعا سپاسگزارم که اینو گفتید، چون ببین خیلی جاها یه چیزای اینطوری پیش میاد، هیچ کدوم ما دو طرف حواسمون نیست و فکر میکنیم که یه طوری دیگه ای بوده. خیلی خوبه اتفاقا همینا رو بیان میکنیم، چون تو اون شروعی آره یا چیز میشه باگ ماگ هم داره، آدم متوجه نمیشه. برای خود منم پیش میاد. خوبه که اتفاقا همین که گفتین اکانت خاموشم بیاد. دوستانی که من چون دارم صحبت میکنم میخوام تمرکزم رو صحبت بگم، لینک میفرستادم واسش، بیاد بگی حالا دایرکتاش هم هست ولی کار درستی نیست. بدای دایرکتای ایشون چون میشه خودمون میشه باز برنده خودمون، طرف خودش هست بیاد ببینیم چی میگه. اما اگه اجازه بدی فرون سر سوال اصلی که پرسیدی، هدف من چی از این تایتلا و اومدم تو این فضا دارم اسپیس میذارم. ببینید دوستان، تایتلای من شاید نقایصی داشته باشه که هر بارم شما تذکر دادین من تحصیل کردم، چون من یه ذهنم یک طرفم و تو یک سیستم تشکیلاتی بودم، بر اساس اون میام تایتلا رو میچینم. امکان داره یه جایش غلط باشه یه جایش درست باشه، به قول شما دو پهلو باشه. خب اما چرا دارم این کارو میکنم؟ بعد از اون کلیپی که مرتد داد، من خودم هم داشتم از قبل خبراشو میخوندم ولی راستش جدی نگرفته بودم. خب رفتم دنبال کردم، ای بابا این جریان داری، اصلا کل مدیای داخلی جمهوری اسلامی رو این گفتمانی که آقای صدری داشت، یعنی همین گفتمان دزدی برداشته، الان وجود خارجیش هم گفت. خب من نگاه کردم دیدم تو این فضا کسانی که دارن این کار میکنن سازمان یافته، مجاهدین هم بدون تعارف که نمیخوان سر به تن من باشه. خب مثلا در لباس پادشاهی خواهی اونجایی که خیلی جا فحشای سازماندهی شده داره گذاشته میشه، مثل همین داستان توکا که چهره پادشاهی خواهان رو خراب کنن و نتیجهش این بشه که خود شخص رضا شاه دوم بذارم سیب کنن. خب احساس کردم با به عنوان یک ایرانی، حالا عذر میخوام بی تربیتی اینطوری میگم، هر گوی بودم گذشته، باید بیام چیز کنم. و همیشه هم گفتم من بابا فردای براندازی این جمهوری اسلامی پکیج 50 به عنوان شهروند اگه زنده بودم پاسخگوام. خب دیگه یک آدمیم که با اسم و رسم خودم دارم میام، هرچی هم بودم و نبودم تا اون جایی که تونستم گفتم. دیگه بقیه‌اش دست شماست تو این حرکت. به همین خاطر هم گفتم آقا موضوعات خودتون تعیین کنید، هاست بشید، فقط از این ظرف استفاده کنید که یک جا جمع بشید. چطور با آقای صدری به درستی میگه 700 نفر میان، خیلی‌هاش هم اکانتای فیک ها، ولی چیه ذهن انسان تابع توازن و قواست دوستان. توی جنگ تبرئه خودتون بهتر میدونید میبرم. من به این خاطر اومدم، یعنی من تو این وسط چی گیرم میاد؟ من داشتم با آقای صدری در دل میکردم بابا تو همین 8 ماه گذشته مجاهدین به طور خاص دارم پدر منو در میارن، چون تو تشکیلات ان بودن با عرض معذرت. خب
شگرداشون میدونم 9 سال شمانه روز باشون زندگی کردن، کما که اونا هم درست نقطه ضعفای منو میدونن، همه چیز منو میدونن، حمله ها هم بر علیه هم تشکیل میدن. و شما هم حق دارین سر نه تنها من که حالا مشخصه به خاطر برای پیشینه‌ای داشتم اینطوری موشکاف باشین که اتفاقا همین منو دلگرم میکنه که جریان نفوذ، جریان انحراف، موضوعاتی که از همه ماها انرژی میگیره چی اینطوری جمع میشه. خیلی خوبه، اصلا اینا نباید اصلا به فال بد گرفت. خب این از اون طرف چرا مایک داده شد؟ حالا بیشتر این که گفتم، ولی اگه خود منم بودم با نظرخواهی جمعی هرچند که گفتم میپرسیدم آقا این آقایون اومدن تابلو دارن مثل نیما، همه شما میدونید اینا تابلودار قدیمی هن. یکی از تابلودارای جمهوری خواهی که جریان و گذار و شریعت مداری و همه این تو همه این داستان ها هستن همین یارو نیما بود. من که مایک ندادم بهش، ولی اونی مایک هم داد. حالا در نهایت به نظر من دستاورد خیلی بزرگی داشت، چون ببین اینا میخواستن، همیشه میخوان از پادشاهی خواهان، دیدیم همین مثال تو کار زدیم، یک چهره رو خراب کنن، دو در قالب این داستان خط خودشون پیش ببرن. الان هم که داریم تهدید رو میبینیم. خب یه آقای صدری هم من رفتم سراغشون آوردمشون، چون دیدم بحث به یک جایی کشید، از کنترل منم خارج شد. مخصوصا همین دوستمون شهباد، درست میگم، شهباد که صحبت کرد، خب باور کنید که اسپیس چند لحظاتی هم به باک خورد، هم من نتونستم با ایشون صحبت. منم دیدم به خاطر اینکه احترام میذارم دست بالا میکنن. اونجا ایشون گفت گواست، من درجا اومدم گواست که ایشون رفت دیگه متاسفانه و 2 دستگی شد. و بازم من معذرت میخوام اینجور جا دوستان به جای اینکه برید اونجا وایسید خر منو بگیرید که معلوم بشه اگه من عذر میخوام عوضی هم ریگی به کفشم هست بزنه بیرون، چون موضوع فرد نیست که، موضوع اینه که ما میخوایم یه خط یه دیدگاه پیش بره. سر دیدگاه هم حالا جواب خودم فرمون جان در حدی که میتونستم دادم، حالا چون مقداری هم ذهنم درد بود. جوابم اینه که این خطی که دارین دنبال میکنیم به سرانجام برسید که من نیومدم که خط واسه خودم بیارم، که خط مشخصه. من دارم میخوام پشت سر شما، همراه شما حرکت کنم. اگر بپذیرید، اگر نپذیریدم که نمیتونم که اخنه کنم. که جناب مرسلپور، من از شما یه سوال دارم اینجا. شما که اتاق تشکیل میدید و یه اکانتی درست کردید که هر کسی بتونه از اون استفاده کنه، من میخوام ببینم پس چرا خودتون میرید پایین؟ این یکی. دومین مسئله برای من اینه، شما بارها من دیدم در اسپیس مایک میگیرید یا دستتون رو بالا میکنید یا میگید من صحبت کنم، میای صحبت میکنید. به عنوان یک فرد حقیقی که شما اومدید اعلام میکنید نسبت به مشروطه پادشاهی و پادشاه فقیه ما خیلی احترام قائلید و برای شاهزاده رضا پهلوی شما با شنیدن اینی که برگردن به پادشاه فقیه برگردن بگن متوحش، شما من میخوام ببینم باید سکوت میکردید؟ باید حتما میذاشتید که در اداره اسپیس شما یک نفر مثل من، آدمی که سر از پا نمیشناسه، بخواد بیاد این کارو بکنه؟ و دومین مسئله اینه، اگر شما جناب خاموش رو نمیشناسید، بسیار من عذر میخوام ازتون، بهتون اینو میخوام بگم، باگ بزرگی دارید به دلیل اینی که اصلا برای من پیچیده تر از قبل میشید و برای من سیاه تر از قبل میشید که شما هر کسی رو میخواد بیاد میاید اون اکانت رو میدید دستش، میگی اسپیس بذار و اسپیس رو ران کن. دومین مسئله‌ای که برای من هستش اینه، اصلا من کاری ندارم به گذشته شما، من رفتار حال شما رو دارم میبینم. جناب مرسل متوجه، ببینید من ازتون یه خواهش دارم. الان اینجا جناب سعید هاسته، حرفم نمیزنه، اتفاق بیفته ایشون هاسته، نمیتونه بگه اتاق من نبوده، نمیتونه بگه من نبودم. ایشون یه مایک طلایی داره میزنه همه رو میبنده. شما حتی تذکر ندادید که به اونجا رسید. وقتی ایشون افتاد من برگشتم یک جمله گفتم خیلی هم خوب شد. مجددا ایشون اومد بالا، مایک دستش، مایکشو باز کرده صحبت میکنه و حتی میوتش نمیکنید. مجبور میشم بگم ببند پوفیوز. تازه خیلی من مراعات کردم. من از شما خواهش میکنم توضیح بدید به چه دلیلی شما اومدید یک اکانتی ساختید. من این سومین اکانت دارم از شما میبینم الان. یک اکانتی ساختید، آوردید گذاشتید به عنوان یک اتاق، هر کی میخواد بره توش میگه خیلی خوب اینجا مثل هتل، برید توش کارتون رو بکنید بیاید بیرون.
به شما چیزی میرسه این وسط قربان؟ برای من توضیح بدین، من اصلا سر در نمیارم، منگم الان.